برای خود چگونه کسب و هنر رو انتخاب نموده تو؟ خیلی بچه کی برای خودش اول که کسب انتخاب کرده است؟ خب قریب همه برای چی بختیار نه؟ بختیار دست نمیبرد که بختیار جان برای چی تو دست بالا نمیتونی؟ آیا تو یگان کس رو برای خودت هنوز انتخاب نکرده ای؟ معلم من یگان کس رو انتخاب نکردم اما مدنبی در آینده کشیدم. خب بختیار چی؟ حالا برای تو وقت بسیار است. تو حرکت کن که یگان کسب رو برای خودت در آینده انتخاب نما. خب بچه خیلی سبینا جان چه گفتنی داره؟ معلم هر کس خودش کسبش رو انتخاب میکند یا این که یگان کس دیگر؟ در حیات هر کس برای خودش کسبش رو انتخاب میکند. چون که در آینده همون شخص در همین ساحه خودش کار میکند. در اون وقت میتوانی شخص نمایان متخصصی بهترین در ساحه کسب خودت باشی. خیر کنی بهروز جان همون کسب برای خودش پیش انتخاب کرده باشد. معلم من وطنم را خیلی دوست می‌دارم. می‌خواهم در آینده خدمت وطن را کنم. یعنی سرباز قسم حربی شدم. بهروز شاعر نگفته هر کسی پسر شود باید که عسکر شود. باید که خلق وطن خودش را محافظت کرده تواند. خیر کنی طالب جان چی گفتن می‌خورد؟ معلم من و بختیار رو بهروز دوست می‌باشیم. ببینه که من هستم. من می‌خوام در پهلوی یکدیگر باشیم. برف خوب میبارد. هوا خنک کردیم روز. هوای خوب شد. جناب بله او باید همینجا کمی منتظر شویم. من حالا میایم نزدیک باشید. هزون بوده است. حالا در کار میشود. برها همینجاست.
سعید از گرسنگی میمیرم. کمی صبر کن، حالا جلوی یگان چیز زده میآوردگی است. جلال بله وقتی رفتن شدگی. آقای سعید رفتیم. مراد تا آمدن من جلال در همین جا انتظار باش. خوب شده من بخرم انتظارش کنم. میروم بر دیدن جمال تو، یادهای شیرین و لحظه های گوارای تو. جلال وقت نماز شام شد، ما میتوانیم بار را گذرانیم. تیزتر باش. هر لحظه بینم تو را دلم آرام گردد، از سرمای زمستان هوای بهار گیرد. بیروز تنجه بود در تگی بو مالش کن.
Efendim. Aleykümselam dostum. Var vardı. Şunlar vaktin böyle toza. Aman fikir میکردم تو با من باوری کنی. دوستان بعضی وقتا با خودم باوری ندارم. باوری نکنی اگر چشمه بی. من کفالت دید با. کفالت جا آرومیده. باورت کردم. مرحمت شماریده بینید. یا حساب کتاب نیست. من با تو باوری دارم. خداحافظ. خداحافظ. تنجی بود بیروز ما رو جر زدی؟ های مادرم پزمان شده است. باز تولیب از وی برمیگردد از روسیه. تولی؟ که؟ پگو؟ نصیب باشه خودمون از فرودگاه رفته میاریم گوی؟ خدا خواهد. انشاءالله. بختیار نغز می؟ میشارم ماش مناستی؟ عروسک چه خیل؟ عروسک نغز زوره میشار. مرحمت دی چای گرم رو گرفتن لازم نبود. نه تشویش نکرد دوستان. بگاه شد رفتن لازم. یک شولا چوی می نوشیم؟ نه چوی میشه انشاءالله. دیدم روز تا قرد. شاید میترسم. آگاه ساعت چند میفر آمده باشه؟ سهر حکیم شده است. ساعت 9. تولیب؟ بابای دوستم. سلامتیت خوب است؟ رحمت دوستم شکایت ندارم. در روسیه یادی وطن میکردی؟ ای بهروز جان در غریبی هر دقیقه یاد تاجیکستان عزیز رو میکردم. تولیب؟ در روسیه یگام دخترکی روس رو تگی چشم کرده ای؟ کنی گوی؟ نه یگان دختر روس رو تگی چشم نکردم. بهترین تاجیک دختران خودم رو میباشم. راست میگی تولیب؟ در حقیقت چنین است. راست میگویی تولیب. شرم و حیای دختر تاجیک خودش یک اثر است. بختیار در همین جو ماشین رو دار یک باد هوای وطن رو بهره‌مند شویم. خوب شده. تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان و تنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان و تنم بیستر و بالینم سبز و سنگیت کنم زیخس و خاری تو بوزم وطنم پیرهنم بیستر و بالینم سبز و سنگیت کنم زیخس و خاری تو بوزم وطنم پیرهنم گر کند خاری تو را دستی ستمگار رقیب دستی ناپاکی ورا گیرم و از شان نکنم گر کند خاری تو را دستی ستمگار رقیب دستی ناپاکی ورا گیرم و از شان نکنم بدمی شادی تو تا بسم سر بکشم روزی آزار و غمت خون بچکد از دهنم بدمی شادی تو
تا بسم سر بکشم روزی آزار و غمت خون بچکد از دهنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان و تنم تاجیکستان وطنم ای وطنم ای وطنم عشق تو در دل و در صورت و در جان و تنم در حقیقت تولی پزمانی وطن شده است. ای بختیار جان، وقتی که از وطن دور شدی بعد میفهمی. نفهمیم دوستم. شاید میروی رفتی. در دلم مهر تو چون در کف من سیم و زر است مرزی به چیزی خود پیش کسی دم نزنم در دلم مهر تو چون در کف من سیم و زر است مرزی به چیزی خود پیش کسی دم نزنم چه خوشان روزی دفاعت و شهادت برسم تو بدوزی زی پری لاله ای سرخت کفنم چه خوشان روزی دفاعت و شهادت برسم تو بدوزی بچه ها بازی به خونه ما رفته در سر یک پیاله چای صحبت کرده میشنیم دیر باز هم نشش تشویش نکش چی تشویش میکشه یعنی اون تشویش در هوا ینگر روزن زنیم الو دیلافروز ممکن است رئیس جر زده بوده ها در کنشین برو آوردی؟ البته رئیسم آوردم با هم بار گذاشتم آفرین رستم من تو را از قد کوچه گرفته کلام کردم که امروز به کارهای من تو کمک شدی تشکر رئیسانه میارزد را از پی کارت شد رئیسم ممکن است گفزن با من کاری مبلغ بوده برای چی؟ میخوام ماشینم روی باز کنم ماشین خوری بس کنی؟ البته برای چی؟ میخوام ماشینی خارجی گیرم ابله چرا دقت دیگران را به خود جلب میکنی؟ همان ماشین شلقه خودت به تو بس است به این هم با من مبلغ لازم است ماه گذشته با من مبلغ وعده کرده بودید اما شغل من ندوده ولی بابا رئیسم ولی را پای رستم رو بود کن شد پر را خوشو حال میکنیم شد تشکر رئیسم وظیفه من خودم اجرا میکنم خداحافظ بیاد بچه ها اصلا اگر نه ازش بسازه ساعت خوبه دیلافروز این دوست آنتولیب است در برایش به تو نقل کرده بودم کنی یک چای بیار توضیح مرحمت کنی امین الله اکبر خوش آمده سلامت باشه آباد باشه رحمت کنی مرحمت کنید کنی به دسترخوان نگاه کنید خوش اومده سلامت باشه آباد باشه بچه ها گیرد یا چی گریفتن گیرد همین زیر باز هم یک جا نبودیم اومدن این تولی بهونه شده که من باز یک جا نشسته ایم مرحمت کنید کنی به دسترخوان نگاه کنید بیروز مادر مادر خوب است نامزده چی؟ حالا بگو توی هست در تویت خودم آشپز میشم خدا تو که آشپز شوی کی رقص میکنه بختیار جان غوش نخو من خودم هم آش میپرزم و هم رقص میکنم تو بلایی چه فرصت میاد نباشم من چی؟ شربت خونه چی میشم؟ غمش نخور با من در روی صحنه رقص و بازی میکنیم دوستم رسمایت رو بیار یک بینیم بازی یک لحظه
دورای خوب بوده دورای جوانی. بله بله. بختیار این کیست؟ وای پدر زوجم چیکارا؟ با تجارت مشغول است. طالب دوره سربازی از همه دوره بهترینمون بود. راست میگویی بهروز. بختیار دریا داری؟ وقتی تیر پرانی از بجای نشان خود به نشان بهروز تیر فرانده بودی. البته دارم. کجا میرویم؟ بازی میفهمیم با کجا میرویم. بازی یا بچه هم میبینه با میره. بردگی ها بردگی ها دیگه